جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شاخص‌ترین آثار چاپ اول هر سال را معرفی می‌کند. نشانه ای از کتاب ایرانی، این جایزه از سال 1362 به بهترین کتاب‌ها اهدا می‌شود. امسال هم داوران با بررسی 20,000 عنوان کتاب چاپ اول در گروه‌هایی چون علوم کاربردی، هنر، ادبیات، دین، تاریخ و سایر رشته‌ها آثار برگزیده را انتخاب کردند. در مجموع این 40 دوره 1900 اثر تاکنون به عنوان برگزیده و شایسته تقدیر این جایزه معرفی شده. بیشترین جوایز رو حوزه علوم کاربردی تاکنون به خودشون اختصاص دادن و کمترین جوایز رو هم حوزه‌های زبان و کلیات حائز شدند. برگزیدگان جایزه شعر فجر و برندگان جایزه جلال آل احمد که در ماه‌های گذشته جوایز خود را دریافت کردند، به عنوان خالقان آثار مبتکرانه ادبی برنده جایزه کتاب سال هم هستند. جایزه کتاب سال یک بخش جهانی هم دارد که به بهترین کتاب‌های خارجی اهدا می‌شود. از زبان‌هایی چون آلمانی، اسپانیایی، انگلیسی، تاجیکی، روسی، عربی، گرجی و فنلاندی. رشته‌های علمی و دانشگاهی هم در جایزه کتاب سال بخش ویژه‌ای دارند. کتاب سازمان سیاسی بهائیت تلاش کرده که به یک موضوع کلاسیک و قدیمی یک نگاه جدیدی داشته باشه. لذا کسی که این کار رو بخونه هم با سیر تحولات بهائیت از زمانی که فرقه بود تا زمانی که به یک سازمان سیاسی تمام عیار تبدیل میشه آشنا میشه. اسم کتاب هست ریاضیات تصادفی. ما با پدیده هایی که حرکات تند و کوچیک کوچیک داریم، این ریاضیات اونجا به درد میخوره. مثلا مسائل مربوط به اقتصاد، این میتونه کاربرد داشته باشه. شاید براتون جالب باشه که بدونید کتاب‌هایی در جایزه کتاب سال برگزیده میشند که اول از همه زبان ساده‌ای داشته باشند و قواعد دستور زبان فارسی رو رعایت کرده باشند. کتاب‌هایی که به پیشرفت‌های علمی و فرهنگی کشور کمک می‌کنند. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.